با درود و سلام خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. به کانال چشم دل خوش آمدید. وقتی صحبت از ذهن آگاهی یا مایندفولنس میشه، چی تو ذهنتون شکل میگیره؟ خب اگه علاقه‌مند هستید که جواب این سوال رو بدونید و در مورد مایندفولنس یا ذهن آگاهی اطلاعات کسب کنید، با من همراه باشید. شاید در این گونه موارد یه نفر رو تصور میکنید که روی یک بالش نشسته، چشماش بسته است و در سکوت مطلقه. درسته؟ خب باید بگم گاهی اوقات ذهن آگاهی واقعا همینه. اما این تازه شروعشه. ذهن آگاهی خیلی فراتر از این تصورات ساده است. تصور کنید روشی وجود داره که میتونه زندگی روزمره‌تون رو کمتر پر استرس و خیلی خیلی لذت بخش‌تر کنه. خبر خوب اینه که شما همین حالا میتونید این روش رو یاد بگیرید و به همه لحظات زندگیتون اضافه کنید. چه وقتی دارید غذا میخورید، چه در حال قدم زدن باشید. یا حتی وقتی سر کلاس نشستید و همینطور همین حالا که این ویدیو رو دارید میبینید. ذهن آگاهی همیشه همراهتونه. ذهن آگاهی یک انتخاب ساده است. انتخابی که در هر لحظه میتونید انجامش بدید. فکر کنید که میتونید احساسات خودتون رو بهتر درک کنید. تجربه های روزمره‌تون رو بهتر بفهمید و به جای نگرانی درباره آینده یا فکر کردن به گذشته، همین حالا را زندگی کنید. ذهن آگاهی یعنی لحظه ها رو با مهربانی زندگی کنید. یعنی به خودتون و دیگران لطف کنید و با نگاهی باز، آگاهانه به لحظه ها نگاه کنید. چه اون لحظه دلپذیر باشه، چه عادی یا حتی کمی ناخوشایند. شگفت زده میشید وقتی بفهمید با کمی کنجکاوی و مهربانی چقدر میتونید از زندگی یاد بگیرید. و خبر خوب، برای ذهن آگاه بودن لازم نیست حتما مدیتیشن کنید. فقط کافیه با کمی دوستی و مهربانی عمدن به همین لحظه توجه کنید. این توجه ساده میتونه استرس، اضطراب و حتی غم رو ازتون دور کنه. فقط تصور کنید چقدر میتونید از خسته شدن بابت نگرانی‌های آینده یا گذشته رها بشید. خب حالا بیایید با هم یه تمرین انجام بدیم. آیا روی صندلی نشستید؟ وزن بدن شما چطور توسط صندلی پشتیبانی میشه؟ یا شاید گوشیتون تو دستتونه؟ وزنش چقدره؟ گرم، سرد یا خنکه؟ حتی همین جزئیات ساده میتونن ذهن آگاهی باشن. یادتون باشه ذهن آگاهی تو همین چیزهای کوچیکه که زندگیتون رو بهتر میکنه. حالا بریم سراغ یه مثال دیگه. وقتی با کسی صحبت میکنید، به جای اینکه در اون لحظه گوش بدید تا جواب بدید یا واکنش نشون بدید، واقعاً به او گوش بدید که بهتر درکش کنید. فقط همین یه تغییر کوچیک میتونه مکالمه‌ها و روابطتون رو متحول کنه. نکته طلایی ذهن آگاهی اینه که نیازی نیست به یک چیز واکنش خودکار نشون بدید. فقط مشاهده کنید چه حسی تو بدنتون دارید، چه فکری تو ذهنتون میاد. اگر قضاوتی دارید اشکالی نداره. فقط قضاوتتون رو هم ببینید و رهاش کنید. هیچ درست یا غلطی وجود نداره. ذهن آگاهی یعنی همین. به هر چیزی که در اطرافتون میگذره یا در درونتون رخ میده توجه کنید و اجازه بدید همونطور که هست وجود داشته باشه. زیبایی ذهن آگاهی در اینه که همیشه و همه جا میتونید تمرینش کنید. حالا یه سوال مهم. همین حالا چه چیزی رو احساس یا درک میکنید؟ حتما برای من تو کامنت ها بنویسید. خیلی مشتاقم جوابتون رو بخونم. تا ویدئوی بعدی ذهنتون رو آروم نگه دارید و از لحظه ها لذت ببرید. خوشحال میشم که این ویدیو رو با کسانی که علاقه‌مند هستن به اشتراک بذارید و کانال چشم دل رو بین افراد معرفی کنید.
روز و روزگارتون خوب و خوش. خدا نگهدار.